ای بابا این همه رفیق داشتیم چی شد؟ همشون رفتن. مشی اینا همش توفیق اجباریه داشتم کلن زرت پرتیه. داداش یه نخ سیگار دارید؟ سیگار؟ بهت نمیاد تو خدمت سیگاری شده باشی. چند ماه خدمت کردی؟ 24 ماه. بابا به خط اتو لباست میخواد چسما باشی بابا خیلی نوعی. بابا منم مثل شما معاف شدم. ای بابا داشتمونه اینا. بابا خودمونه که. دیگه بریم یه دوش بگیریم لباسامون عوض کنیم. بریم بابا. Aymen nachte mich ist so bei Insta wo es bei خد جوق دایمه زاکربرگ توف بودی داین زان رایز بگی من استوری بیرم دای بکنم که گود مورنینگ گایز I'm so وای 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 دختر بابا بیدن سگ سلام خانم میشه کمکتون کنم؟ شما مکانیکی بلدین؟ نه مکانیکی که بلد نیستش دختر میبینی دست و پاش شل میکنه اما من شما بلدی؟ نه منم مکانیکی بلد نیستم ولی این رفیقم میبینی اسمت چی بود؟ سجادم بلد نیست. ای بابا من شانس ندارم که. دختر خانم اجازه میدی من ماشینتو درست کنم؟ پس شما بلدین؟ چشای داداش چشای داداش استارت؟ به باری کرد. خب 0912 هم که خاموشه 0936 آقا ممنونم بابت زحمتی که کشیدید. پول داد؟ پول داد؟ آقا من میگم یه کاری کنیم. چیکار کنیم؟ بیاید بریم بهتون بگم. داداش یه نگاه به این ماشین ما میندازی زیرش صدا میده. نگاه انداختم برو. اما یه نگاه به ماشین ما میندازی ریپ میزنه. ریپتیر بابا همتون همینو میشین. بابا بینم فرار کن بابا. ببخشید آقا. دختر خانم دست موتورتو عوض کردم، روغن موتورتو چک کردم، باز دوباره موتورتو چک کردم. منم داخلشو لیست زدم برات. آقای محترم من فقط اومده بودم آدرس بپرسم ماشین من که مشکلی نداره. حالا هم گم شو پایین. بدو. به شادی استفاده کنی. حضرت عباسی عجب چیزی بود. داشتم این چیه دستت؟ این هیچی اضافه است برای ترمزش بود اضافه است بنداز وایس ببینم. بودو وایسی. میگم استاد عزمشو جذب کرده بود چوبه رو نه آیه میگم آقا من تو خودم نمیبینم دیگه تو کاری باشم که توش دختر باشه ضعف داریم منم ما نداریم ما نداریم یه کار دیگه سراغ دارم. چه کاری؟ کافه بیاید بریم. کافه؟ اینم بفروش. اونم دختر زیاد داره. حلاله دایی جان چرا تنها نشستی؟ چیکار کنم؟ واقعا وضعیت دهنت خیلی سرویسه. میخوام کلینیک سربو بهت معرفی کنم. امروز میری کار انجام میدی 10 سال ضمانت و گارانتی داره. قیمتاش هم خوبه. از طرف منم 50% تخفیف داره. میتونی آیدیشو بهم بدی؟ آیدی زیر این پسته نخند. میری باید چیکار کنی؟ باید بخوریش. سلام و زهر سلام خیلی خوش اومدید. چی میل داشتی؟ هرچی عشقم بگه. ترهو اینو به همه میگه؟ مگه با چند نفر اومدی اینجا؟ اولین بار اومدم. اولین بار همینم به همه میگه. خاک بر سر حولت کنم با اون قیافت. برو گم شو بابا. مرتی چه صابون به دست؟ چی شد رفتن؟ خب پسر حال نمی‌کردم. بهترین کار کردیم. ما هم سن اینا بودیم باب اسفنجی میدیدیم. سلام خانم گز خیلی خوش اومدین. صفا آوردین مهمان من نه. چی میل دارین؟ من کارابل ماکیاتو میخوام. من اسپرسو دبل میخوام 70 سی بی زحمت. منم یه آفوکاتو میخوام. داشتم سفارش گرفتی؟ آره چیز کن فعلا یه 3 تا آب معدنی بیار ببینم چی میشه. برو. چی آقا چرا نگاه میکنی؟ نترس من 30 سالم رد شده فقط نگاه میکنم. بفرمایید سلام عرض میکنم مبارک به احترام و عزت شرف تولدتون این میز رو 2 برابر حساب میکنم. بابا چیکار دارید میکنید؟ تولد رفیقتون رو دست تولد بیبه بیا شمال خود کن که 100 سال زنده باشی. بیا شمال خود کن که 100 سال زنده باشی. نانای نای نانای نای نانای نای. مدیر اینجا کیه؟ واسه چی کیک زدن تو صورت رفیق من؟ خفه شو بشین زمین بشین. اینجا مدیر داشت من اینجا چه گویی میخوردی؟ اول
اما همه دو تور حاجی خدا وکیلی تو هر کاری میریم جمع میزنیم. هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. حمید داداش فقط میمونه یه کار. چشای داداش اون کار ما نیستا. من که توش هیچ سررشته‌ای ندارم. بسپاریم به خودم. باشیم بریم داداش. داش اینجا مرکز تخصصی ختنه است. اینجا مطب جناب دکتر و دوستان رشته بیبلکات سوربن فرانسه است. کارشون چطور؟ عالی، خودم هم اینجا انجام دادم. کارشون حرف نداره. فقط بیمه قبول نمی‌کنیم ما، اولش بهت بگم. هزینه‌اش چقدره؟ بستگی داره چقدر هزینه کنی. مگه اندازه استاندارد نداره؟ نه دیگه اندازش دست خودته دیگه، دورگیری داره، نوکگیری داره، آلمانی میتونی بزنی، پلیسش هم رایگانه. اولش بگم من رو بچم خیلی حساسم. لطفاً کارو تمیز در بیار. عمو جون خیلی خوب جای اومدی. ما دستمون برکت داره. یعنی چجوری میشه؟ بزرگ شدی میفهمید چه لطفی در حقت کردم. برای وارد سیستم. بفرمایین اتاق عمل الان میایم. آقا سلام، خسته نباشید. به به خوش اومدید. بچه کجاست؟ سلامت باشید. بچه برای چی؟ خب عزیزم اینجا مرکز تخصصی ختنه است دیگه. من واسه خودم اومدم. حمید جان من مشتری قبلی من راه انداختم دیگه. چشمای من آقا دکتر. خاک من پات. خستم. من یه چی بهت بگم، اصلا باید تایپ کنم. آقا بفرما بیرون. آقا برو بیرون بابا، ما کار انجام نمیدیم. بزرگسال انجام نمیدیم. بفرما بیرون. حمید جان ببین نون از کجا در میاد، ببین. ولی حلاله. فقط یکم میگم دسته درد نکنه، یکم کوتاه چیز کنی ها، بتونه بزرگ شد استفاده کنه. داداشم خیالت راحت، با ما کلا داییام قصاب بودن. داداش فکر کنم ایشون قصاب نبوده، آرایشگر بود. نه یه دقیقه سرشو بگیر. اونقدر نه حمید جان، اونقدر. این چی بود؟ خون بود. اینو یه دقیقه احیا کن. اینو احیا کن. کارن جان دخترم بلند شد، تموم شد. بلند شد. خانوادت کجاست؟ من پدرتو در میارم. چه خبره آقای محترم؟ مرکز دولبالانو گذاشتی بالا سرت. هیچی نشده بابا، دامن ببین چقدر بهش میاد. پسر بود شده دختر، مهم اینه که سالمه، نفس میکشه. یعنی چی پسر بوده دختر شده؟ نگاه کن رفیقم گشت کرده، خدا ازتون نگذره. همه دکتر از این ناموسن دیگه واقعا از دست ما کاری بر نمیاد. آخه چشای داداش ما که تخصص نداریم. تا تخصص از کجا باید بگیریم؟ اون دکه فکر کنم میفروشه. دکه؟ پسرمو تخصص داری؟ تو چی؟ تو خودت. تو خودم که نه، ولی میتونم بدم براتون تهیه کنم. مرسی عمو جون، اول یه دونه برای من میاری، عجله داریم. وایسا الان میگم من. برو عمو جان این آشغال. وایسا. آقا نظم و رعایت کن. برو کنار دیوار. سلام. شما برای چه رشته اومدید؟ والا ما رشته کیک بوکس دارید؟ کنگ فوتبال. رشته تخصصی چی دارید؟ به نظر من مهندس عمومی رو بخونید، همه رشته ها رو داره، خیلی خوبه. من اینجا کجاست؟ معلوم نیست، اینجا قهوه خونه است. میخند؟ داش حامد کار خدا رو ببین، ما رو آورده دانشگاه. آخ تو بریم دانشگاه. بابا اینجا دانشگاهیه که کنکور نداره. داداشی این از اون دانشگاهاییه که کلا کنکور منکور نداره بابا. وا کنکور منکور نداره بابا، پس ما الاف بودیم رفتیم کنکور دادیم. چشای داداش به خاطر یه دختر ما رو لاکار ندی بیایم دانشگاه. داشتم دی عقاب همیشه تنهاست مشتی گلی، من دیگه عاشق نمیشم. بابا دروغ میگه، توبه مرج گرجه. اگه عاشق شدی چی؟ اگه عاشق بشم ریشامو میزنه. کلینیک سر
میدوام بعد کلاسا که بیام برسم پیشت. آخه دنیا رو بدن هیچکی برام مثل تو نمیشه. بیا عاشقی کنیم با هم دور بشیم که چیشه. نمره 20 کلاسو میگیرم واسه دوست داشتن تو، حتی تو دانشگاه میرم. واسه خاطر تو هر جمعی من عمرن نمیرم. کنار خودت میارزه پیش تارون میگیرم. زنگ آخر ولی تو جونم قدر تو میدونم. تا دنیاست عزیزم پای تو میمونم. ولی تو جونم قدر تو میدونم. تا دنیاست عزیزم پای تو میمونم. پای تو میمونم.